سلام، وقتون بخیر دوستان. با اصطلاحات ضروری و کاربردی در خدمتتون هستم. اصطلاحاتی که همه باشون کار داریم، اصطلاحات بسیار ضروری. قبل هر چیزی لایک و سابسکرایب یادتون نره. سابسکرایب کنید حتما پیجو، که پیجو گم نکنید. خب بریم که بخونیم. تبریک لر، تبریک میگم. اصطلاح بعدیمون عافیت olsun، نوش جان. مورد بعدی ای گجلر، شب بخیر یا شب خوش، فرقی نداره، هر دو رو میگن. اصطلاح بعدیمون iyi günler، gün یعنی روز، iyi günler یعنی روز بخیر، روز خوبی داشته باشید. مورد بعدی iyi akşamlar، عصر بخیر یا عصر خوبی داشته باشید. اصطلاح بعدیمون iyi yolculuklar، یولculuk یعنی مسافرت، سفر. iyi yolculuklar یعنی سفر خوبی داشته باشید. iyi yolculuklar. مورد بعدی sonra görüşürüz. sonra به معنای بعد هست، görüşürüz یعنی میبینمت. اصطلاح بعدیمون güle یعنی به سلامت. بیشتر در جواب خدافزی میگن güle به سلامت. مورد بعدی و مورد آخر çok yoğunum، سرم خیلی شلوغه. بریم صفحه بعد. مرحبا، نگاه کن سری میگن مرحبا، سلام. اصطلاح بعدیمون چرت و پرت نگو میشه saçmalama. مورد بعدی kapat çeneni، دهنتو ببند. kapat çeneni. اصطلاح بعدیمون çok malsın، خیلی قاوی، و این اصطلاح به عنوان فحش هم به کار میره. çok malsın، خیلی قاوی. جالب بود. مورد بعدی امیدوارم که. بعدیش öpüyorum یعنی میبوسمت. مورد بعدی iyilik sağlık. در جواب نه haber naber یا لا میگن iyilik sağlık، سلامتی. iyilik سلامتی. اصطلاح بعدیمون aynen یعنی دقیقاً. aynen یعنی دقیقاً. مورد بعدی ne var ne yok، چه خبرها. نه یعنی چی، وار یعنی هست، نه یعنی باز چی، yok به معنی نیست. ne var ne yok، چه خبرها. اصطلاح بعدیمون görüşmek üzere یعنی به امید دیدار. اصطلاحیه که تو موقع خداحافظی کردن خیلی استفاده میشه. خب مورد بعدی özür dilerim، معذرت میخوام. بریم صفحه بعدی ای به معنی خوب، این پسوند هستم است. اون یه هم که وسطه یه یاشاسانه. ایم خوب هستم، خوبم. بعدی فنا دیلیم، بد نیستم. این دوتا و اصطلاح بعدیمون در جواب ناسوسن استفاده میشه. چطوری؟ مثلا میگیم فنا دیلیم، بد نیستم. بعدیش ای دیلیم، خوب نیستم. حالا میگه خوب نیستم. بعدیش ای درسلر یا ای درسلر، دوتاش هم گفته میشه، یعنی درس خوبی داشته باشی. وقتی یکی در حال مطالعه باشه، درس بخونه، بهش میگیم ای درسلر، درس خوبی داشته باشید. مورد بعدی çok yaşa، زنده باشی. هنگام عطس و سرفه میگم به طرف çok yaşa، زنده باشی. اصطلاح بعدیمون یا جمله بعدیمون adın ne یعنی اسمت چیه. adın ne، اسمت چیه. بعدیش
kaç yaşındasın چند ساله‌ای چند ساله هستی kaç yaşındasın اصطلاح بعدیمون که خیلی هم کاربردی هستش geçmiş olsun. geçmiş olsun یعنی بلا به دور. امیدوارم که خوب باشید. اینو وقتی استفاده میکنیم که طرف حالش بد باشه، یه بلای بدی از سر گذرونده باشه، بهش میگیم بلا به دور، امیدوارم خوب باشی، که میشه geçmiş olsun. مورد بعدی کutlu olsun کutlu olsun مبارک باشه و اصطلاح بعدی تو این صفحمون تمام یعنی حله، اوکیه، باشه، چشم، همه این اصطلاحات رو معنی میده. تمام یعنی حله، اوکیه، باشه. خب بریم سراغ صفحه بعدیمون. خب صفحه بعدی زود باش ببینم hadi bakalım hadi bakalım زود باش ببینم hadi bakalım اصطلاح بعدیمون شوخی کردم میشه şaka yaptım. şaka yapmak یعنی شوخی کردن. şaka yaptım شوخی کردم. مورد بعدی مریض هستی مریضی hasta mısın hasta mısın مریض هستی مریضی اصطلاح بعدیمون sana aşığım. sana aşığım. عاشق یعنی عاشق. sana aşığım یعنی عاشق تو هستم. عاشقتم. sana aşığım. مورد بعدی üzgünüm üzgünüm ناراحتم متاسفم üzgünüm اصطلاح بعدیمون maalesef یعنی متاسفانه. maalesef. بریم سراغ مورد بعدی rica ederim خواهش میکنم بعدیش آفرین همون آفرین خودمون. آفرین. مورد بعدی لطفاً و اصطلاح آخرمون تو این صفحمون بانکا نرده. بانکا همون بانکه، نرده یعنی در کجا. بانکا نرده یعنی بانک کجاست. برای آدرس پرسیدن از نرده خیلی استفاده میکنیم. فلانجا کجاست، مثلا دنیز نرده، دریا کجاست. برای پرسیدن مکان از این اصطلاح نرده خیلی استفاده میکنیم. خب بریم سراغ صفحه بعدی از اصطلاحاتمون. خب بریم صفحه بعد نگاه کن. اولین اصطلاح bu ne kadar این چقدر میشه. ne kadar این چقدر میشه. برای پرسیدن قیمت استفاده میشه. به طور مثال رفتی یک فروشگاه چیزی از این اصطلاح استفاده میکنی. بریم مورد بعدی. بعدیش میشه بول یعنی به مقدار خیلی زیادی. اگه بخوایم یه مقدار یه چیزی خیلی زیاد نشون بدیم میگیم بول. مثلا بول میخوابم یعنی به مقدار زیادی میخوابم. مورد بعدی iyi misin خوبی. اصطلاح بعدیمون سلام هستش. سلام یعنی سلام اما حالت غیر رسمی و دوستانه داره. مورد بعدی bu kaç lira این چند لیر میشه. اصطلاح بعدیمون zorlama kendini یعنی به خودت فشار نیار. zorlama kendini. خب مورد بعدی ağlama به معنی گریه نکن. اصطلاح بعدیمون güzelsin یعنی خوشگلی. مورد بعدی چirkinsin زشت هستی. و اصطلاح بعدیمون بول. این اصطلاح 2 بار نوشتیم. بول یعنی زیاد، به مقدار یعنی خیلی زیادی، همونجور که بالاتر گفتم. خب بریم سراغ صفحه آخر که نه اصطلاحات بیشتر صفحه آخرمون میشه. بریم بعدی. خب مورد بعدی انشالله یعنی انشالله. اصطلاح بعدیمون بهم زنگ نزن میشه بنی آراما. مورد بعدی چirkinsin. حالا اینو فکر کنم 2 بار نوشتیم. چirkinsin یعنی زشت هستی. مورد بعدی اصطلاح بعدیمون گم شو دفول. اینا یکم حالا از همدیگه فاصله نوشته شده. دفول یعنی گم شو. و مورد آخر sus artık یعنی ساکت باش دیگه.
حتمی دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما به حمایت شما نیاز داریم. ممنون که همراه ما بودین.